دوبله و پخش روزة التحفیظ للقرآن الکریم، حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد، طایباد. سعید، بادبانا رو بنداز. حسن، تنابا رو بکش، رسیدیم. من چیکار کنم؟ کاری نیست؟ وقتی بزرگ شدی میتونی یه دریانورد خوب بشی، ولی به شرط این که اگه کسی خواست بیاد داخل کشتی ازش غذا نگیری. غذایی در کار نبود، فقط یکم شیر بود. بیا قبل از این که خورشید غروب کنه ببرنید پیش خانواده‌ات. ببخشید، نفهمیدم اسم شما چی بود. اسمم جلال الدینه، ولی همه منو ناخدا صدا میکنند. از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم. تو مطمئنی خانوادت همینجا بودن؟ آره، خیممون کنار همین چاه بود. پس الان کجا رفتن؟ آب چاه کاملا خوش شده، مثل این که از اینجا رفتن. باید هر جا هستن تو رو به خانوادت برسونیم. درسته، ولی باید کجا بریم؟ یکم آب و غذا براش میذاریم تا خانوادش برگردن. حتما دنبالش برمیگردن. چطور توی این صحرا رهاش کنیم؟ ناخدا، وسایلای کشتی رو باید به صاحباشون برسونیم. تا الان هم خیلی دیر کردیم. این صدای ترسناک دیگه چیه؟ مگه تا حالا صدای گرگ نشنیدی؟ نترس، تو رو با خودمون میبریم، اینجا تنهات نمیذاریم. ولی دریانوردی برای پسر خیلی سخته. همراه ما باشه بهتر از این که تنهاش بذاریم. خانواده‌اش چجوری پیداش کنن؟ به اولین اسکله‌ای که رسیدیم در مورد خانواده‌اش میپرسیم. دور تا دور دریا رو خشکی گرفته، اگه شده وجب به وجب زمین رو میگردیم، از همه میپرسیم تا تو رو برگردونیم پسرم. ناخدا، اینجا چی کار میکنی؟ این پسر بدون اجازه سوار کشتیمون شده، داشتیم دنبال خانواده‌اش میگشتیم. آیا خانوادش تو صحرا زندگی میکنن؟ آره، از کجا فهمیدی؟ یه مرد صحرانشین با قد بلند به همراه همسرش دنبال پسرشون میگشتن که اسمش هم زیاد بود و همین نشانی‌ها رو میدادن. زیاد منم. کجا رفتن؟ سوار کشتی شدن تا تو رو پیدا کنن. تا کی باید همینجوری دور خودمون بچرخیم؟ حالا چی کار کنیم؟ بس کنید، کشتیشون کدوم طرف رفت؟ از این طرف رفتن، ولی نفهمیدم مقصدشون کجاست و دارن کجا میرن. امیدوارم که بهشون برسیم. بیا سوار شو. به چی فکر میکنی پسرم؟ دارم به خانوادم فکر میکنم. اگه پیداشون نکنم انشاءالله پیداشون میکنیم، ولی بدون همه چیز دست خداست. هر چی که خواست خدا باشه همون میشه. باید توکلمون به خدا باشه. میخوام ادامه داستان اصحاب الاخدود رو بدونم. باشه، شام آماده است، بعد غذا بهت میگم. پسر مونده بود بین جادوگر و راهب کدومو انتخاب کنه. جادوگر بهش فریبکاری رو یاد میداد و از این طریق به پادشاه نزدیک میشد، اما راهب راه درست رو بهش نشون میداد و این باعث میشد از چشم پادشاه بیفته، تا اینکه با اون حیوان روبرو شد و با دعایی که از راهب یاد گرفته بود تونست مردم رو از شر اون حیوان خلاص کنه.
اینجا بود که حقیقت براش روشن شد و تصمیم گرفت راه راهب رو ادامه بده و جادوگری رو رها کنه. همه در مورد تو صحبت میکنن. درسته که تو حیوانو کشتی؟ من کاری نکردم، بلکه با دعایی که شما بهم یاد داده بودین تونستم اونو از بین ببرم. خداوند بهت خیر بده پسرم. میخوام در مورد دین حق بیشتر بدونم. هر چیزی رو که میدونستم بهت گفتم و تو الان از منم جلو زدی. اصلا اینو نگید آقا. درست شنیدی. خوب گوش کن پسرم. وارد آزمایش بزرگی شدی. اونا تو رو اذیت میکنن، حتی ممکنه بکشنه. کیا؟ دشمنان خدا زیادن. اولی خود پادشاست. یه درخواستی ازت دارم. وقتی تو رو دستگیر کردن و شکنجه دادن از من چیزی نگو و جام رو بهشون نشون نده. الان دیگه برو خونت. با مردم کاری نداشته باش. یه جوون یه چیزایی میگفت و سنگ کوچیکی به حیوان زد و حیوان زود افتاد. فکر کنم گفت به نام پروردگار موسی و عیسی. خیلی پسر شجاعی بود. مگه با جادو حیوانو کش؟ معلومه که نه. اگر اینطور بود جادوگر اونو کشت. کارش از جادو بزرگتر بود. فکر کنم معجزه کرد. معجزه کار پیامبراست که سن بالایی دارن. کار بچه ها اصلا نیست. چه حرفایی میزنین شما؟ معجزه رو با چشماتون میبینین و انکار میکنین؟ اصلا معجزه نیست. اتفاقی اینطوری شد. تو همه مجلسا در مورد بچه صحبت میکنن و این که چطور اون حیوانو از بین برد. هیچ کس در مورد من صحبت نمیکنه. همه قدرت منو از یاد بردن. انگاری من وجود ندارم. آروم باش سرورم. همه جایگاه شما رو میشناسن. چند روزی بیشتر در موردش صحبت نمیکنن. بعد همه اونو فراموش میکنن. نظرت همینه؟ تو را کنار خودم قرار دادم و بهترین هدایا رو بهت دادم در حالی که نابینا هستی به خاطر دانشت. همینقدر دانش داری؟ اما تو بگو چیکار کردی؟ من اگه اون ازم سبقت نمی گرفت خودم میکشتمش. درست حرف بزن. به جز یک پیرمرد خرف چیزی دیگه ای نیستی و تو پیرمرد نابینا فقط نصیحت میکنی. برید و تنها بذاری. چه چیزی شما رو به اینجا کشونده؟ با پسرت کار خیلی مهمی دارم. اگه درست فکر کنم و بتونه بیناییمو برگردونه پول زیادی بهتون میدم. خیلی خوش اومدید جناب وزیر. وزیر میخواد بیناییشو بهش برگردونی. این کارو فقط خدا میتونه بکنه. من فقط میتونم براتون دعا کنم. خدای خودت شفاش بده و بیناییشو برگردون. تو بر هر چیزی توانایی. باورم نمیشه. من میبینم. همه جا رو میبینم. همه جا رو به خوبی میبینم. چطوری ازت تشکر کنم؟ باید از خدا تشکر کنی که بینایی تو بهت برگردون. نصف مالمو بهت میدم. جادوگر هنوز نتونسته کاری بکنه. روز به روز مردم بیشتری شیفته پسر میشن و میگن معجزه میکنه، مریضا رو خوب میکنه، بیماری لاعلاج رو خوب میکنه. چرا ساکت شدی سرورم؟ چطور آب ریختی؟ تو که نمیدیدی. فراموش کردم بهتون خبر بدم. به لطف پادشاه خوب شدم و الان میتونم ببینم. پس چرا ازم پنهون کردی؟ به خاطر یه چیز پیش پا افتاده نمیخواستم مزاحمتون بشم. کی تو رو معالجه کرده؟ یک طبیب آفریقایی. داری دروغ میگی. پیش پسر رفتی. کی به شما خبر داده؟
از قیافت معلومه. سرورم منو ببخشید، میخواستم مثل بقیه فقط ببینم. به نام خداوند مهربان. آهای سوارکار کجا میری؟ پیغامی برای شاه دارم. به من بگو، من فرمانده نگهبانان قصر هستم. باید خود پادشاه رو ببینم. معلومه از راه دوری اومدی، بهتره کمی استراحت کنی. پیغامم خیلی مهمه، وقت استراحت نیست. پادشاه الان تو جلسه مهمیه، نمیتونه تو رو ببینه. باید زودتر پادشاه رو ببینم. باید صبر کنی. به پادشاه بگو فرستاده ای از نجران اومده، میخواد الان شما رو ببینه. اینها خبرهای بدیه، بیشتر برام توضیح بده. دین جدیدی توی نجران اومده. چگونه بدون اجازه من اومده؟ عذابیه برای نجران. ادامه بده، کی این دین جدید آورده؟ میگن این دینیه که صاحبش پیامبری به اسم عیسی مسیحه. به چه چیزی دعوت میده؟ به یگانگی و توحید خداوند. کیا این دین رو قبول کردن؟ عده‌ای از بت پرستا قبول کردند و عده‌ای از یهودیان و بینشون اختلاف افتاده. این همه؟ و من بیخبرم؟ چطور این دین وارد نجران شده؟ رئیسشون کیه؟ نوجوانی مؤمن، میگن مریضای لاعلاج رو شفا میده و کورها رو بینا میکنه و با خودش برخی از معجزات پیامبرش رو داره. باید کسایی رو که از دینشون برگشتن ادب کنیم تا برای دیگران درس عبرت بشن. فکر کنم پسر رو شناختم، به چنگش میارم. نمیخوای حرف بزنی؟ اون پسر هیچ ضرری براتون نداره، دنبال پادشاهی نیست. راست میگم، به خدا قسم. به من قسم میخوری یا به خدای پسر؟ اینا مهم نیست، منو ببخشید. ولت نمی کنم مگه این که بگی کجا میشه پسر رو پیدا کرد. میدونم چطوری به حرفت بیارم، قبلا که خوب حرف میزدی. اگه شده دوباره کورت میکنم. نظرت چیه؟ نه تو رو خدا، همه چیزو میگم اون کجاست. باید یه کاری بکنیم، ظلم پادشاه دیگه خیلی زیاد شده. چه کاری از دستمون برمیاد؟ سربازاش همه جا هستن، ما خیلی ضعیفیم. تعدادمون ازشون خیلی بیشتره. اگه متحد بشیم میتونیم شکستشون بدیم. شنیدم پادشاه وزیرشو کشته و راهب رو هم کشته. اونا رو به صورت وحشتناکی کشته، با اره‌های تیز نصفشون کرده. باید خوب فکرامونو بکنیم قبل از اینکه سربازا کاری بکنن. اگه قرار باشه سکوت کنیم، هممونو از لبه تیغ میگذرونه. وای به حال اون پسر بیچاره، اون ظالم به اونم رحم نمیکنه. کارایی رو که به خاطر ما انجام داده فراموش کردین؟ تو رو میبخشم، اما به شرطی که بری و بین مردم بگی من اون حیوان رو با اسم پادشاه کشتم. هرگز مردم با اینطوری گمراه نمی کنن. شکنجش کنید. لا اله الا الله. خداوندا خودت کمکم کن، کمکم کن. به من ایمان نمیاری؟ مؤمن شدی؟ بکشیدش. وای خدای من، چطور ممکنه کسی این همه ظالم باشه؟ اون فکر میکرد داره حکومتش رو حفظ میکنه و به نفع مردمشه و داره دشمنای مردم رو میکشه. چه انتظاری داری از کسی که فکر میکنه خداست و فکر میکنه زندگی همه به دست اونه؟ بیا دیگه وقت خوابه. وایستا ناخدا، میخوام ادامه داستان پسر رو بشنوم. بقیه قصه رو فردا میگم.
الان نمیشه الان بگی؟ باید نظم رو یاد بگیری. هر چیزی وقتی داره. الان دیگه وقت خوابه. فهمیدی؟ الان خوابم نمیاد. نمیشه بقیه داستان رو بگی؟ این هم یه درس توی دریانوردی. اطاعت از ناخدا. وقتی ناخدا بهت یه حرفی میگه باید اطاعت کنی. فهمیدی چی گفتم؟ بله ناخدا. شب بخیر. شب بخیر پسر گلم.